خورشید فاضلوف روزنامه‌نگاری که مقامات امنیتی از پنجکن رابطه بود با ماده 307 متهم شد. چشم آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان به نهنگان بزرگ و منصبداران بلندپایه نمی‌گذارد. طالبان اعلان کرد که سفارت افغانستان در 6 کشور همسایه به آنها اطاعت می‌کند. خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار دستگیر شده پنجکنتی که در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند قرار دارد با ماده 307 متهم شد. رادیو آزادی با استناد به برادر او خوشبخت فاضلوف اطلاع می‌دهد که گفته است مقامات خورشید را بر اساس ماده 307 قسم 2 بندگی کدکس جنایی دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های اینترنت متهم کردند. در همین حال نه خود روزنامه‌نگار و نه پیوندانش این اتهام را قبول ندارند. خوشبخت فاضلوف گفته است برادرش را روز یکشنبه در حضور وکیل مدافع دیده و او از سلامتیش شکایت نداشت. آثار شکنجه هم دیده نمیشد اما لاغر شده است. با گفت برادر روزنامه‌نگار حالا وکیل مدافعش مشغول حمایت حقوقی خورشید است. این بند قانون جنایی از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خوشبخت فاضلوف میگوید برادرش اتهام را کاملا رد کرده در حقش تهمت دانست. در عین زمان پیوندان روزنامه‌نگاری بازداشت شده از شروع یک معرکه به گفتهشان بدنامسازی او در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک نگران هستند. شخص با امضای شرف کریموف در مطلب ادعا کرده است که او معلومات ندارد، راه غلط را انتخاب کرد، به مردم فریب دست زد. خوشبخت فاضلوف میگوید برادرش دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده همواره از طرف مقامات در پنجکن افتخارنامه گرفته است. خورشید فاضلوف را روز 6 مارس امسال در اداره کار و مهاجرت شهر پنجکن دستگیر کردند. او بیشتر در مسائل اجتماعی به خصوص مشکل مردم و کمبودی مقامات مینوشت. 37 ساله و پدر 3 فرزند است. این 8مین روزنامه‌نگاری بازداشت شده در یک سال آخر است. چشم آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان به نهنگان بزرگ منصبداران بلندپایه نمی‌گذارد. این نهاد زورش فقط به مربیه و معلم مکتب و دختران قطاری میرسد، وگرنه کیها با جرم فسادکاری به حجم حسابش گم خود رئیس جمهور امام علی رحمان پشت پنجره زندان میشد. مدیر مؤسسه تا مکتبی رقم 27 شهر خوجند و کارمند تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال از جانب آژانس مبارزه با فساد دستگیر شدند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات این نهاد بازداشت شده ها به سوی استفاده وکالت و ساختکاری حجت ها متهم می شوند. گفته می شود آنها در اساس مصلحت پیشکی برخلاف دستور عملهای بانک ملی تاجیکستان عمل نموده با راه ساختکاری حجت های بانکی به نام و نسب 11 نفر گویا برای رشد تجارت و تعمیر خانه قرضهای بانکی ترتیب داده گرفتند. گفته می شود دستگیر شده ها در عموم زیاده از 161,000 دلار ایالات متحده آمریکا و بیش از 327 سامانی را از خود کردند به منفعت های خود صرف کردند که در نتیجه با این کردارهای خود به تشکیلات قرضی ضرر مادی مخصوصاً کلان رسانیدند. طبق مقررات کودکس جنایی تاجیکستان متهمان را تا 148,000 سامانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. برای ساختکاری حجت ماده 340 باشد تا 62,000 سامانی جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. همچنین به مسئول بانک برای دادن قرضهای غیر قانونی 3 سال زندان و یا تا 37,000 سامانی جریمه تهدید می کند. در خبر نام پوره مجرمان آورده نشده است. طالبان اعلان کرد که سفارت‌های افغانستان در 6 کشور همسایه به آنها اطاعت می‌کند. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری BBC گفته است نه کدام سرحدی ما مسدود است، نه تجارت ما کمزور شده، نه تعلقات ما با کشورهای مهم جهان که با افغانستان تعلق زیاد دارد در مشکل است. تمام بندرهای افغانستان باز است. تجارت از پیش هم زیاد شده، صادرات زیاد شده، تعلقات ما خوب شده و در 6 کشور همسایه سفارتخانه و کنسولگری ها مربوط امارات
исломӣ аст. бо шумули русияву туркияву қатару арабистони саудиву малайзия ва баъзе кишварҳои дигар ки дипломатҳои мо то ҳол ба онҳо равона кардаем, вале суҳбатҳо ҳаст ки онҳо ҳам итоат мекунанд. гуфта мешавад 6 кишвари ҳамсояи афғонистон иборат аз покистону тоҷикистон, ӯзбекистону туркманистон ва чину эрон мебошанд. дар ин раванд кишвари туркманистон нахустин ҳамсояи афғонистон буд ки расман сафорати афғонистон дар ашқободро ба дипломатҳои толибон таҳвил дод. кишварҳои покистону чин ва ахиран эрон ҳам ба сурати ғайрирасмӣ дипломатҳои толибонро қабул карданд. ӯзбекистон ба сурати расмӣ дар ин бора чизе нагуфтааст, вале робитаҳои дипломатӣ ва сиёсати худ бо афғонистонро густариш додааст. тоҷикистоне ки то чанд вақте пеш аз минбарҳои баланд бо шиддат алайҳи толибон мавзеъ мегирифт, акнун дида мешавад дар ин бора бо нармӣ суҳбат мекунад. аммо дар бораи таҳвили сафорат ва ё консулгариҳои афғонистон дар тоҷикистон ба толибон хомӯш аст.